وضعیت اتاقه که خیلی وضعیت داغونیه. بعد یه دستی به سر روش بکشم، ولی اول میرم دوش میگیرم. اینم شورت نیست، این زیرپوش مهدی. اینم منم توی آینه همون و اون وضعیتی که بهتون نشون دادم حداقل یک هفته زمان میبره برای تمیز کردن و جمع جور کردن. و البته من نزدیک 3 تا چمدون بستم چون داریم اسباب کشی میکنیم بریم خونه خودمون و هنوز کلی کار دیگه مونده. البته هنوز قطعی نیست تاریخ اسباب کشی چون باید اول برای اینجا مشتری پیدا شه، این پول ما رو بده، ما پول مستاجرمون رو بدیم و بتونیم جابجا بشیم. تو بارداری دوش گرفتن خیلی سخته، انگار داری کوه میکنی. خیلی خسته شدم. خب من دوش گرفتم دیگه، لباس پوشیدم و یکم استراحت کردم، نهار خوردم، بعد خیلی گرمم بود، کولر روشن کردم. چقدر اینکه هوا چطوری باشه تو روحیه آدم تاثیر داره واقعا. من خیلی گرم و اخلاقم بد میکنه و از دیروز همینجوری همش حرارت داره، از بدنم میزنه بیرون و اینا. ولی دیگه دیروز چند دقیقه روشن کردم کولر رو، بعد دیشب نصف شب گرمم بود، کنترل کولر پیدا نکردیم هرچی گشتیم. ولی امروز هرچی گشتیم که مهدی گشت رو پیدا نکرد دیگه. امروز خودم گشتم کنترل رو پیدا کردم، دقیقا رو میز بود، زیر یکی از وسایل بود. بعد کولر روشن کردم، خیلی اخلاقم خوب شد، کلی خوش اخلاق شدم، راحت استراحت کردم. البته نخوابیدم چون که وقتی مدرسه نمیری میتونی که دراز بکشی ولی نخوابی، یعنی همش در حسرت خواب نباشی. من تمام ساله که مدرسه و دانشگاه میرفتم همش در حسرت خواب بودم. از روز که دانشگاه هم نرفتم این نیازم به خواب مثلا یه جوری زیاد شد، مثلا تا ماها همجوری زیاد میخوابیدم و اینا. ولی الان که چند سالی گذشته خیلی متعادل شدم. حالا بعداً شاید یه ویدیو ساختم درباره مسائل مدرسه و خودم و روحیتم حرف زدم واقعا و چیزی که فکر میکنم دربارش. شدم فکرم اشتباه باشه ولی حالا تجربه هایی که به اندازه این 30 سال داشتم. امروز روز اول 6 ماهگیه. امروز خیلی حال خوبی دارم، خیلی خوشحالم. با اینکه زود خسته میشم، مثلا 2 قدم راه که میرم به نفس میافتم، احساس کنم کوه کندم. با دوش که گرفتم که قشنگ داشتم بیهوش شدم بعدش از خستگی. اما خب بالاخره وارد 6 ماه شدیم، 21 هفته و 4 روز. خوبه به نظرم، تجربه خوبی خواهد شد. البته یه سری استرس ها و ترس ها دارم اما میگذره دیگه، سعی میکنم کنترلشون کنم و اینکه هر هفته مشاورم رو میگیرم. الان چندین ساله که هر هفته مشاوره میرم و عاشق تراپیستم، عاشقشم که نه عاشق خودشم، عاشق جلساتمونم و اینکه انقدر تونستم پیشرفت کنم خیلی به نظرم چیز عجیبی، معجزه است. میخواستم دفتر جلساتمون رو نشون بدم، اگر نه پیداش کنم که اینجا نشون میدم. حالا توی ویدیو دیگه نشون میدم. یه دفتر مال پارسال بود که تموم شد، بعد یه دفتر دیگه برداشتم، الان دارم تو اون مینویسم. من خلاصه جلساتمون رو یعنی تو جلسه هر حرفی که میزنم که به نظرم مهم میاد، یعنی برای خودم جالبه، اونو مینویسم و حالا بعدا یا میخونم یا نمیخونم. تا زیاد وقت نگم بخونم، ولی مثلا چیزی که یادم میمونه رو توی طول هفته همینجور با خودم مرور میکنم و همین مرور کردنه
همین این باعث شده که من خیلی عوض بشم طرز فکرم، چون که همه مشکلات من از طرز فکرم میاد، از ترسیدن، از اضطراب برای همه چیز، از اینکه فکر میکنم نمیتونم یه کاری انجام بدم یا از پسش بر بیام. و اصلا لازم نیست که آدم کوه بکنه، ولی لازمه که با خود روبرو بشی. سخت ترین قسمت مشاوره به نظرم اینه که اولا که مشاوری که خیلی خوب باشه و حرفه‌ای باشه رو بتونی پیدا کنی. این یه نکته خیلی مهمه. نکته بعدی اینه که پایبند باشی به جلساتت. یه مشاوری پیدا کنی که برای جواب بده. حقیقتش من نظرم درباره مشاوره اینه که مثل یک جلسه آموزش روان درمانی میمونه اصلا و اصلا از جلساتی که فقط مثل جلسه های درد و دل میمونه خوشم نمیاد. و چون تو درد و دل با دوستات هم میتونی بکنی، چه فایده داره که هر هفته بری و بگی آره اتفاق افتاد، من اینجوری فکر کردم، من اونجوری فکر کردم. تو باید بتونی تحلیل کنی، تو باید بتونی خیلی کلمش یادم نمیاد، خیلی عادلانه قضاوت کنی درباره یک مسئله. اگر که کار اشتباهی انجام دادی باید بتونی بفهمی که چرا، تحلیلش کنی، دلیلش رو بفهمی و حالا اینو بررسی کنی، سعی کنی و ببینی که چطوری دفعه بعدی چطوری باید برخورد کنی. این خیلی مهمه به نظرم. ولی اینکه تو هی اشتباهاتو تکرار کنی اشکالی نداره، ولی اینکه تا آخر عمرت همچنان تکرار کنی، 1000 سال داری مشاوره ولی همه اشتباهات تو همون جوری تکرار کنی و اصلا عوض نشی، این خب یه مشکلیه دیگه. برای من زمان خیلی میبره. معمولا من جهشایی که یه دفعه‌ای تو زندگیم رخ میده رو توی این بود مشاوره گرفتن و سالانه متوجهش میشم خودم. مثلا 1 سال میگذره، ما روی مثلا یه سری مسائل تمرکز کردیم، رفتیم جلو و بعد از اون 1 سال من میگم خدایا من چطوری راه اومدم، چطوری عوض شدم، در حالی که خودم نمیدونم چطوری عوض شدم. چون که خیلی یه چیز عجیبه، یعنی تو نمیشین مثل مشق نوشتن، درس خوندن، کنکور دادن نیست که تو ساعتها بشینی درس بخونی، مسئله حل کنی و بعد بفهمی که آقا من به خاطر که ساعتها درس خوندم و ساعتها تمرین کردم حل مسئله رو، حالا تونستم به موفقیت برسم. ولی من ساعتها درباره کارم فکر کردم، ساعتها تحلیل کردم، تو موقعیت‌های مختلف که قرار گرفتم سعی کردم کوچولو کوچولو اون تمرینایی که تو جلسه مشاوره دربارش حرف زدیم رو پیاده کنم. خیلی راحته، یعنی نه که تغییر خیلی راحته، تغییر خب همیشه سخته. این که تو بپذیری که باید تغییر کنی، از کامفورت زونت بیای بیرون، این که فکر کنی که مثلا نه من همینجوری راحتم صرفا چون عادت دارم به اینجور. گوشیم پر شد و ویدیو قطع شد. داشتم میگفتم که واقعا این که فکر کنی که من همینجوری زندگیم خوبه قرار نیست به تو کمکی بکنه و بهتر که مشاوره نگیری. ولی اگر میخوای یک ذره، فقط یک ذره هم بهتر بشه حالت، بهترین راه و کار اینه که مشاوره بگیری. آقا من میخوام که این نور توی صفحه نباشه و من پایه دوربینم رو گم کردم. الان فکر کنم آره پایه دوربینم گم کردم. الان از سبا و سابی هم که میپرسم نمیدونن، ولی مطمئنم که من تو اتاق اونا پیداش خواهم کرد. دیگه این یه سری حرفا بود که درباره تراپی خواستم بزنم که بهش اعتقاد دارم، ولی کلی حرف درباره تراپی هست که بخوام بزنم. احتمالا توی ویدیوهای بعدی حرفا تجربه هم رو میگم. دیگه
کاری که این روزا میکنم اینه که این آلبوم گیاهان دارویی رو برای مامانم دارم درست میکنم. اینقدر پیشرفت داشتم، همه اینا رو گفتم 40 تا گیاهه که همه اینا رو در بردم، مشخصاتش و فلان و بهمان اینا رو گذاشتم. 10 تا دونه دیگه مونده. خیلی خوشحالم چون روز اول 50 تا مونده بود و هیچ کدوم انجام نداده بودم. خیلی سخت بود وقتی بهش نگاه میکنم، یعنی که 40 تاش انجام شده و فقط 10 تاش مونده. خیلی خوبه. ولی اینجوری بود که 5 تا انجام میدادم. مثلا وقتی می نشستم 5 تاش رو انجام میدادم 5 صفحه و بعد میرفتم استراحت میکردم فلان. خیلی سخت بود اینکه خودم رو به زور پای این پروژه بذارم و انجامش بدم، چون که از این کار متنفرم، از اینکه هی فقط برم یه اطلاعاتی رو کپی کنم از اینجا پیست کنم اینجا. خیلی آسونه، هیچ چالشی نداره، هیچ سختی نداره. سری میزنی تو اینترنت و این چیزاش در میاد و قرار نیست راستی آزمایی کنی، قرار نیست هیچ کاری بکنی. فقط این آلبوم مامانم میخواد آماده کنه، ارائه میخواد بده، یه جایی نیاز داره و به من گفته که براش انجام بدم چون خودش وقت نمیکنه. دیگه خلاصه اینجوری. این از کار الانم. این 10 تا هم که انجام بدم، که البته فکر نمی‌کنم امشب انجامش بدم، احتمالا میره برای فردا. ایشالله تمام بشه خیلی خوشحال میشم، میتونم جشن بگیرم. یه تیک میخوره لیست کارم. درباره تمیز کردن هیچ کاری نکردم هنوز، هیچ جا تمیز نکردم. این پاتختی رو احتمالا خلوت کنم و این وسایل روش و اینا رو تمیز و مرتب کنم که بتونم یکم ذهنم رو جمع کنم و مثلا شیشه آبم اونجا میذارم، قرصم رو میذارم، کتابی که میخونم رو میذارم. الان دارم برادران کارامازوف رو میخونم با یه چند فصل رو خوندم ولی به یه جایی رسیدم اینجوری که داستان نمیره جلو و اون تیکه‌ای که دوست ندارم. اصلا نمیخوام بگم که وای نه، کتاب نویسنده‌های بزرگ خیلی خفنه، همه چیزش و فلان و بهمان باید با پوست و گوشتت اینا رو لمس کنی. نه واقعا خب خیلی جاهاشو لمس نمی‌کنم چون که من منتقد ادبی نیستم، فقط سعی می‌کنم لذت ببرم. اینم جزء اون کتابایی که باید تیک بخوره توی لیستم. و حالا دیگه کم کم میریم جلو. به خودم 4 ماه وقت دادم. 4 ماه وقت دارم که خیلی کار رو انجام بدم. یعنی یه سری وظایف رو برای خودم در نظر گرفتم که تو این 4 ماه انجام بدم که فقط این مدت بگذره. البته این طرز فکر درست نیست. بعد هر روز به خودم یادآوری میکنم که خب لذت ببر از لحظاتت، لحظه رو غنیمت بشمار، نمیدونم کارپ دیم و نمیدونم فلان و بهمان اینا. امیدوارم که خوب پیش بره همه چیز.